سلام، من انیسم و به کانال یوتیوبم خیلی خوش اومدید. برای حمایت از ویدیو حتما کانالم رو سابسکرایب کنید. و توی این ویدیو قرار رنگ‌آمیزی این تابلو رو با هم داشته باشیم. برای این تابلو من از رنگ‌های اکریلیک استفاده کردم که رنگ پایمون سبز هستش و شماره رنگ‌ها رو هم براتون داخل ویدیو زیرنویس می‌کنم که راحت بتونید تهیه کنید. من برای ایجاد تونالیت‌های متفاوت رنگ سبز از دو تا رنگ زرد و سفید استفاده می‌کنم. اول میایم با ترکیب رنگ‌های زرد و سفید رنگ سبز پایه‌ای که می‌خوایم رو درستش می‌کنیم. توجه داشته باشین که ما برای هر برگمون به 3 تا رنگ نیاز داریم. یه رنگ اصلی بیس برگ هستش که برای ایجاد سایه روشن‌ها از 2 تا رنگ که یکیش روشن‌تر از رنگ بیسمون و یکی هم تیره تر از رنگ بیسمون هستش استفاده می‌کنیم. ما اول میایم برگمون رو با رنگ سبز پایه‌ای که ساختیم کل برگ رو رنگ‌آمیزی میکنیم. فقط به اینم توجه داشته باشین چون برگ هامون به صورت شیاردار هستش، برای اینکه اون بافتش حفظ بشه بهتره که قلمو رو در جهت همون شیارها بکشید. میتونین قلم رو به صورت رفت و برگشت داخل همون شیارها بکشین تا به صورت کامل برگمون رنگ‌آمیزی بشه. بعد از اینکه رنگ‌آمیزی بیسمون تموم شد، قبل از اینکه رنگمون خشک بشه میایم از رنگ‌های تیره و روشن استفاده میکنیم. اول یه مقدار رنگ تیره برمیداریم که رنگش تیره تر از سطح بیسمون باشه و بعدش این رنگ رو از قسمت وسط برگ به سمت میانه میکشیم و برای اینکه رنگمون محو بشه وقتی به میانه برگ میرسه قلمو رو از روی زمین برمیداریم تا فقط یه هاله از تیرگی از سمت داخل برگ رو داشته باشیم. و بعدش سایه های روشنمون رو میزنیم که رنگ روشنتر رو بر میداریم و از سمت لبه های برگمون به سمت داخل برگ میکشیم. برای اینکه رنگ روشنمون هم محو بشه و به صورت سایه در بیاد یک مقداری قلم رو به سمت داخل میکشیم و بر میداریم. و این کار رو برای همه برگامون انجام میدیم. من میام با ترکیب رنگ زرد و سبز رنگ پایه که میخوام رو در میارم. و حالا اینجا من یک رنگ پایه دارم، یک رنگ روشن و یک رنگ تیره. اولش میام باز رنگ پایم رو روی برگ اجرا میکنم و بازم قبل از اینکه رنگ بیسمون خشک بشه میریم سراغ رنگای روشن و تیره. اولش باز رنگ تیره رو یک مقدار بر می دارم. توجه کنید نیاز نیست رنگ زیادی برداریم. فقط میخوایم یک حالت تیرگی بدیم که بعد بگیره. پس یه مقدار قلم رو به رنگ تیره آغشته می کنیم و از سمت وسط گلبرگ به سمت میانه می کشیم و قلم رو بر می داریم. و بعدش بازم با یه قلموی تمیز رنگ روشن‌تر رو برمی‌داریم. همونطور که می‌بینید من چند بار قلم رو روی پالت می‌کشم تا زهر رنگم رو بگیرم، چون می‌خوام فقط به صورت یه هاله از سایه رو روی برگم بزنم و نمی‌خوام حجم زیادی از رنگم رو روی برگم بذارم.
به یه چیزی که توی نقاشی باید دقت کنیم، ما توی نقاشی معمولا چیزهایی که به ما نزدیکتر هستن رنگشون تیره تره و چیزهایی که از دید ما دورتر هستن رنگشون کم رنگتر و محوتر هستش که ما اون رو توی این تابلو هم اجرا میکنیم که برگ‌هایی که نزدیکتر هستش رنگ بیسش رو تیره تر برمی‌داریم و برگ‌هایی که پشتش قرار دارن رنگش رو روشن‌تر و محوتر در نظر میگیریم. و کلام آخر من سعی میکنم توی ویدیو همه این نکاتی که لازم هستش رو بهتون بگم. اگر این ویدیو برای شما هم مفید بود حتما برای حمایت از آموزش کانالم رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و حتما نظراتتون رو برام بنویسید. و حتی اگه آموزش تابلوهای خاصی رو میخواید حتما برام کامنت کنید که توی آموزش های بعدی اون رو در نظر بگیرم.